احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون اول رئیس حزب دموکرات تاجیکستان بازداشت شده است. اعضای خانواده‌اش برای شرح این خبر دسترس نیستند. مقامات انتظامی رسما در این باره چیزی نمیگویند. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان به شرط ذکر نشدن نامش روز 27 ایون گفت احمدشاه کاملزاده از 15 ایون در بازداشتگاه یا سزا نگهداری می شود. وی از دادن همه گونه جزئیات خودداری نمود. منبع دیگر نزدیک به دادستان کل تاجیکستان خبر بازداشت را تصدیق کرد و افزود روز 16 ایون در منزل احمدشاه کاملزاده کوفتکوف صورت گرفته، کامپیوتر، قیدها و تلفن دوم او مصادره شدند. به گفته این منبع بازداشت کاملزاده به قضیه سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات مربوط است. منبع گفت علیه کاملزاده پرونده باز شده است ولی نمیدونند که بر اساس کدام بند قانون سید جعفر عثمانزاده رئیس سابق حزب خلقی دموکراتی و وکیل پارلمان تاجیکستان روز 12 ایون با گمان کوشش غصب حکومت بازداشت شد. دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان روز 12 ایون در پارلمان گفت عثمانزاده در مسئله غصب حاکمیت از رهبران اپوزیسیا وعده کمک با پول و هم با ارسال بیش از 3000 جنگی انصارالله گرفته، همچنین از نماینده یک کشور خارجی برای انجام این نقشه 10 میلیون دلار پول خواسته است. در پی بازداشت عثمانزاده درباره بازجویی 10 نفر در چارچوب پرونده او و بازداشت چند تن دیگر از جمله سابق اجرا کننده وظیفه پرزیدنت و رئیس شورای عالی اسکندروف و سابق وزیر کارهای خارجه همراخان ظریفی خبرها به دست رسیدند. مقامات بازداشت آنها را نیز تا حال شرح ندادند. در اول ماه می گروهی که خود را عضو حزب دموکرات تاجیکستان مینامند در جلسه عثمانزاده را برکنار و به جای شهباز ابرار روزنامه‌نگار و مالک چند رسانه چاپی را رهبر انتخاب کردند. احمدشاه کاملزاده که تا این وقت معاون عثمانزاده در حزب بود در این انجمن معاون اول شهباز ابرار انتخاب شد. به گفته یک شخص آگاه از قضیه انتظار می‌رفت که کاملزاده به جای عثمانزاده عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان شود. احمدشاه کاملزاده در پایان سالهای 90 عضو ریاست جنبش ملی رستاخیز و سال 1992 مدیر تلویزیون تاجیکستان بود. سال 1993 همراه با چند روزنامه‌نگار دیگر تلویزیون بازداشت شد و قریب 2 سال را در زندان سپری کرد. ماه نوامبر سال 1994 در جریان مبادله اسیران بین حکومت و اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک عوض کرده شد و به ایران رفت. پس از امضای سازشنامه صلح و تشکیل کمیسیون آشتی ملی، سخنگوی این کمیسیون بود. تا سال 2011 خبرنگار صدای امریکا در تاجیکستان بود.